4 6 8 10 تا بازیکن مصر تو زمین و پشت محوطه جریمهشون هستند. با لک میشن 11 نفری تو محوطه جریمه. وحید امیری ارسال فرصت قهرمان لیگ رهبر میشه و گیورگی بلستانی در مورد تیم فوتبال مصر تونسته باز بکنه. بازم روی ارسال‌های هوایی، بازم مدافع گرجستانی میشه فرشته نجات قرمزهای پایتخت. صدر در جدول قرمز شد تو این لحظه. صدر جدول قرمز میشه و زمان هم باقی مونده که بخواد ترکیب قهرمان مشخص بشه. ورزشگاه آزادی منفجر شد. مدت‌ها بود این همه تماشاگر ندیده بودیم تو ورزشگاه آزادی.